سلام دوستان عزیز و همسفرهای گرامی، به کانال یوتیوب فرهنگ نامه خوش آمدید. میخوایم بریم به یه شهر خیلی خاص. این شهر پراگه، قلب جمهوری چک. خیلی ها میگن پراگ جادوییه، پر از زیبایی و تاریخه. این ویدیو راهنمای شماست. با هم شگفتیاش رو کشف میکنیم. من خیلی هیجان زدم که اینو با شما در میون بذارم. بیاین پراگ رو کشف کنیم. هدف امروز ما ساده است. میخوایم حسابی با پراگ آشنا بشیم. میخوایم حال و هوای خاصش رو بفهمیم. با فرهنگ فوق‌العاده‌اش آشنا میشیم. چی پراگ رو از شهرهای دیگه متفاوت میکنه؟ مردمش چطور زندگی میکنن؟ خیابونهای قدیمیش چه داستانهایی برای گفتن دارن؟ جواب این سوالها رو پیدا میکنیم. این سفر برای حس کردن پراگه. برای اینکه باهاش از ته دل ارتباط برقرار کنیم. پراگ خیلی بیشتر از ساختمان‌های خوشگله، بیشتر از جاهای دیدنی معروفشه. البته دیدن اونا هم فوق‌العاده است. اما پراگ یه روح زنده و تپنده داره. این روح توی فرهنگش پیدا میشه، توی موسیقی، هنر و داستانهاشه. سعی میکنیم این روح پنهان رو پیدا کنیم. با هم در مسیرهاش قدم میزنیم. آماده باشین که از این همه جذابیتش شگفت زده بشین. خب، برای یه ماجراجویی آماده این؟ امیدوارم که باشین. داریم یه سفر خیلی جذاب رو شروع میکنیم. یه سفر به قلب فرهنگ چک. پراگ منتظر تا رازهاش رو با ما در میون بذاره. خیلی چیزا داره که به ما نشون بده. بیاین ذهن و قلبمون رو باز کنیم. بذارین جادوی پراگ شروع بشه. با من بیاین، بزن بریم کشف کنیم. فرهنگ پراگ فوق‌العاده غنیه. همچنین خیلی متنوع و رنگارنگه. یه جایی رو تصور کنین که سنت‌های قدیمی زنده‌ان، کنار ایده‌های کاملاً جدید زندگی می‌کنن. این همون پراگه. این یه ترکیب جذاب درست می‌کنه. این انرژی رو همه جا می‌تونین حس کنین. این شهر رو واقعاً پر جنب و جوش می‌کنه. ترکیبی از گذشته و حاله. همینه که اینقدر خاصش می‌کنه. هنر بخش خیلی بزرگی از زندگی در پراگه. همه جا دورتون می‌بینینش. صدای موسیقی اغلب فضا رو پر می‌کنه. ممکنه تو خیابون‌ها بشنوینش. یا تو سالن‌های کنسرت زیبا. تئاترهای پراگ همیشه شلوغن. انواع مختلفی از نمایش‌ها رو ارائه میدن. مردم اینجا واقعاً خلاقیت رو دوست دارن. قدر همه شکل‌های هنر رو میدونن. با تار و پود شهر عجین شده. ادبیات ریشه‌های خیلی عمیقی تو این شهر داره. خیلی از نویسنده‌های معروف پراگ رو خونه خودشون میدونستن. شاید اسم فرانتس کافکا رو شنیده باشین. اون یکی از آدم‌های معروف پراگه. داستان‌های تاثیرگذارش تو سراسر دنیا خونده میشه. این نویسنده‌ها و داستان‌هاشون زنده‌ان. بخشی از هویت پراگن. حضورشون رو میتونین تو حیاط‌های دنج و آروم حس کنین. یا تو کتاب فروشی‌های قدیمی و دوست داشتنی. هنر عروسک گردانی یکی دیگه از هنرهای خاص اینجاست. عروسک‌های چکی در سراسر دنیا معروفن. فقط اسباب بازی برای بچه‌ها نیستن. آثار هنری هستن. داستان‌های فوق‌العاده و خلاقانه‌ای تعریف می‌کنن. این نمایش‌های عروسکی خیلی لذت بخشن. برای آدم‌ها تو هر سنی سرگرم کنندن. یه سنتیه که نسل به نسل منتقل شده. یه بخش بی‌نظیر از فرهنگ چکه. لبخند رو به لب خیلی ها میاره. مردم پراگ معمولاً خیلی خونگرم و مهربونن. گاهی وقتا اولش ممکنه یکم تودار به نظر برسن. این مدلشونه دیگه. اما وقتی باهاشون صحبت میکنین، صمیمیت رو حس میکنین. قلبهای خیلی گرم و مهمون نوازی دارن. واقعاً شهر خوشگلشون رو دوست دارن. به اینکه پراگ خونه‌شونه افتخار میکنن. و اغلب خوشحال میشن که اون رو با دیگران قسمت کنن. خانواده تو زندگی مردم چک خیلی مهمه. دوستی‌های نزدیک هم خیلی ارزش داره. مردم پراگ از لذت‌های ساده خوششون میاد. تو چیزای روزمره شادی پیدا میکنن. یه پیاده‌روی آروم تو یکی از پارک‌های زیادش. یک تایم پوینت پایدش. یا یه گفتگوی خوب تو یک کافه دنج. قدر وقت گذروندن با عزیزاشون رو میدونن. این لحظه ها به زندگیشون کیفیت میده. یه سبک زندگی آرومه.
مردم چک به صداقت اهمیت میدن. معمولاً رک بودن تو گفتگو رو دوست دارن. پس خوبه که راحت و صادق باشیم. حس شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای هم دارن. میتونن به خیلی چیزا بخندن. حتی اغلب به خودشون هم میخندن. این بیخیالی و شوخ طبعیشون خیلی دوست داشتنیه. باعث میشه معاشرت باهاشون راحت و خوشایند باشه. تو پراگ احترام زیادی برای فرهنگ قائلن. مردم سخت تلاش میکنن تا میراثشون رو حفظ کنن. میخوان سنت‌هاشون رو زنده نگه دارن. به تاریخ طولانیشون خیلی افتخار میکنن. این ارتباط عمیق با گذشته رو میشه دید. همینه که باعث میشه پراگ اینقدر واقعی و اصیل به نظر برسه. شهریه که ریشه هاش رو فراموش نکرده. این افتخار بخشی از هویتشونه. صبحها تو پراگ معمولاً آروم شروع میشه. مردم میرن سرکار. بچه‌ها میرن مدرسه. کافه‌های زیاد شهر شروع به باز شدن میکنن. قهوه تازه و خوراکی‌های صبحانه سرو میکنن. شهر آروم آروم بیدار میشه. عجله و شلوغی زیادی نیست. فقط یه شروع آروم و پیوسته برای روزه. رودخونه ولتاوا آروم جریان داره. ترامواها تو خیابونها به نرمی حرکت میکنن. شبها تو پراگ اغلب برای استراحته. خیلی از خانواده‌ها سعی میکنن شام رو با هم بخورن. این زمان مهمی برای دور هم بودنه. دوستها دوست دارن برای نوشیدنی همدیگه رو ببینن. ممکنه برن به یه پاب محلی. این پاب‌ها یا هوسپودی‌ها جاهای پرطرفداری هستن. جاهایی برای آبجوی خوب و گفتگو هستن. فضا معمولاً خیلی دوستانه و خودمونیه. صدای خنده اغلب این فضاهای گرم رو پر میکنه. آخر هفته‌ها فرصتی برای تفریحه. خیلی از ساکنان پراگ به پارک‌ها یا باغ‌ها سر میزنن. بعضیا ممکنه یه سفر کوتاه به یه قلعه نزدیک برن. بعضیا دیگه ترجیح میدن برن اطراف شهر و روستا. از زیبایی طبیعت لذت میبرن. یکم هوای تازه خوردن مهمه. زمانی برای تجدید قوا و استراحت. گردش‌های خانوادگی رایجه. اینا خاطرات موندگاری درست میکنن. سنت‌های چکی با عشق زنده نگه داشته میشن. از یه نسل به نسل بعدی منتقل میشن. مثلا عید پاک زمان خاصیه. مردم تخم‌مرغ‌ها رو با طرح‌های خوشگل تزیین میکنن. کریسمس بازارهای جادویی به شهر میاره. این بازارها صنایع دستی و غذاهای سنتی میفروشن. این رسم و رسوم خیلی عزیزن. به سال شادی معنی میدن. مردم رو به فرهنگشون وصل میکنن. بخش پنجم، یک سال جشن و شادی. فستیوال‌های پرشور پراگ. پراگ شهریه که واقعاً عاشق فستیواله. میتونین جشن‌های زیادی رو در تمام طول سال پیدا کنین. فستیوال‌های موسیقی اینجا خیلی مهمن. برای همه نوع موسیقی فستیوال هست. فستیوال‌های فیلم هم جمعیت زیادی رو جذب میکنن. این رویدادها انرژی و هیجان میارن. شهر موقع فستیوال‌ها زنده میشه. همیشه یه خبری هست. یکی از معروف‌ترین هاشون بهار پراگه. این یه فستیوال بین المللی موسیقی کلاسیکه. تاریخ طولانی و قابل احترامی داره. موسیقیدانها و ارکسترها از سراسر دنیا میان. تو مکانهای تاریخی و زیبا اجرا میکنن. شهر هفته‌ها از صداهای زیبا لذت میبره. برای دوستداران موسیقی یه اتفاق خیلی مهمه. فضا واقعاً خاصه. بهترین های موسیقی کلاسیک رو جشن میگیره. برای یه چیز مدرن‌تر، فستیوال سیگنال هست. این یه فستیوال هنر نور و تکنولوژی های جدیده. پراگ رو به یه گالری فضای باز تبدیل میکنه. ساختمون‌ها و مکان‌های معروف تبدیل به بوم نقاشی میشن. هنرمندا از نور برای خلق نمایش‌های شگفت‌انگیز استفاده میکنن. قدم زدن و دیدنش یه تجربه جادوییه. شهر با خلاقیت میدرخشه. هر سال بازدید کننده‌های زیادی رو جذب میکنه. بازارهای کریسمس تو پراگ واقعاً فوق‌العاده‌ان. انگار از توی قصه ها اومدن بیرون. میدون شهر قدیم پر از غرف‌های جشن میشه. میتونین صنایع دستی و هدیه‌های سنتی پیدا کنین. بوی شراب داغ، ادویه‌دار و شاه بلوط بو داده فضا رو پر میکنه. خواننده‌های سرودهای کریسمس که نکوری شاد است به فضای شاد اضافه میکنن.
واقعا زمان دلربایی برای بودن تو پراگه. باعث میشه همه حال و هوای کریسمس رو حس کنن. بخش ششم، فراتر از جریان اصلی، رویدادهای فرهنگی خاص. پراگ گنجینه‌های فرهنگی پنهان زیادی داره. فقط جاهای توریستی معروفش نیست. اگه با دقت نگاه کنین، چیزای بیشتری پیدا می‌کنین. تئاترهای کوچیک و مستقل هستن. اینا اغلب نمایش‌های خیلی جالبی اجرا می‌کنن. میتونین گالری‌های هنری جالب و خاص هم کشف کنین. آثار هنرمندای محلی رو نشون میدن. این جاها یه نگاه متفاوت از پراگ بهتون میدن. قلب خلاقش رو نشون میدن. یه جای خاص، تئاتر اسپیبلا و هورینیکه. این یه تئاتر عروسکی خیلی معروفه. اسپیبل و هورینیک دو تا شخصیت خیلی محبوبن. اونا نمادهای واقعی چک هستن. بچه‌ها و بزرگترها نسل هاست که دوستشون دارن. نمایش‌هاشون بامزه و هوشمندانه است. دیدن یه اجرا اینجا یه تجربه بی‌نظیره. بخش بزرگی از سنت عروسک گردانی چکه. اگه موسیقی دوست دارین، کلاب‌های موسیقی آلترناتیو رو بگردین. یکیشون که خیلی معروفه، کراس کلابه. به خاطر طراحی فوق‌العاده‌اش معروفه. کلاب از قطعات فازی بازیافتی ساخته شده. شبیه یه چیزی از تو فیلم‌های علمی تخیلیه. میزبان دیجی ها و گروه هایی که سبک های موسیقی خاصی اجرا میکنن. جایی برای کسایی که دنبال چیزای متفاوتن. چهره مدرن و جسور پراگ رو نشون میده. یادتون نره حواستون به هنرمندای خیابونی هم باشه. تو پراگ خیلی دیده میشن. اغلب نزدیک پال چارلز پیداشون میکنین. یا تو میدون شهر قدیم. موسیقیدان های با استعداد سازهای مختلفی میزنن. هنرمندا ممکنه در حال کشیدن کاریکاتور باشن. پانتومیم بازها با داستانهای بیکلام مردم رو سرگرم میکنن. این اجرا کننده ها به جذابیت پرشور پراگ اضافه میکنن. قدم زدن تو شهر رو حتی خاص‌تر هم میکنن. بخش هفتم، طعمی از بوهمیا، داستان خوشمزه غذاهای پراگ. غذای چکی به مقوی بودنش معروفه. همچنین فوق‌العاده خوشمزه و سیر کننده است. سوپ ها به عنوان پیش غذا خیلی پرطرف دارن. میتونین سوپ سیر یا سوپ سیب زمینی رو امتحان کنین. غذاهای اصلی اغلب گوشت دارن. گوشت خوک خیلی رایجه. همینطور گوشت گاو و مرغ. این غذاها معمولاً خیلی خوش طعمن. مطمئناً سیرتون میکنن. یه غذای معروفشون اسویچکوا، نا اسمتانیه. این یه غذای کلاسیک و اصیل چکیه. گوشت راست گوساله است که مزه‌دار شده. با یه سس خامه‌ای غلیظ سرو میشه و با دامپلینگ های نونی به اسم کنلیکی. یک کم سس کرنبری هم اغلب بهش اضافه میشه. طعم پیچیده و فوق‌العاده‌ای داره. خیلی از خانواده‌های چکی دستور پخت خودشون رو دارن. این طعم واقعی بوهمیاست. برای یه شیرینی خوشمزه حتما باید تردلنیک رو امتحان کنین. همه جا دکایی رو میبینین که میفروشنش، مخصوصا تو مناطق توریستی. یه شیرینیه که از خمیر لوله شده درست میشه. خمیر دور یه میله پیچیده میشه. بعد روی آتیش کباب میشه. و در آخر رش شکر و مخلوط گردو میریزن. گاهی وقتا هم توش رو با بستنی پر میکنن. گرم و خوشمزه است. برای تجربه یه غذای واقعا محلی به یه هوسپودا سر بزنین. اینا پاب‌های سنتی چکی هستن. فقط جایی برای نوشیدن آبجو نیستن. غذاهای عالی و اصیل سرو میکنن. فضا معمولاً خیلی خودمونی و دوستانه است. جایی که مردم محلی میرن. پس میدونین که خوبه. از یه بشقاب گولاش یا پنیر سوخاری لذت ببرین. و البته یه لیوان آبجوی معروف چکی. بخش هشتم، پژواک تاریخ، گنجینه‌های فرهنگی پراگ. تاریخ پراگ فوق‌العاده غنی و طولانیه. این تاریخ رو میتونین تو ساختمون‌های شگفت انگیزش ببینین. قلعه پراگ یه نمونه عالیه. بالای یه تپه قرار گرفته. قرن‌هاست که شهر رو زیر نظر داشته. مجموعه خیلی بزرگی از کاخ‌ها و کلیساهاست. قدم زدن توش مثل سفر به گذشته هاست. نمادی از میراث چکه. پال چارلز یکی دیگه از نمادهای معروفه. شهر قدیم رو به محله کوچکتر وصل میکنه. مجسمه های زیبا کل مسیرش رو پوشوندن. هر مجسمه داستان و معنی خودش رو داره.
رد شدن از روی این پل یه تجربه خاصه. وقت بذارین به جزئیات نگاه کنین. تاریخ رو زیر پاتون حس کنین. منظره های فوق العاده ای از شهر داره. بریک تایم. پاتوق هنرمندا و عاشق‌هاست. میدون شهر قدیم، قلب تاریخی پراگه. قرن هاست که یه محل ملاقات پر جنب و جوش بوده. اینجا ساعت معروف نجومی رو پیدا میکنین. کنار ساختمون شهرداری قدیمیه. مردم هر ساعت جمع میشن تا زنگ زدنش رو ببینن. مجسمه های حواریون حرکت میکنن. یه شاهکار مهندسی قرون وسطاست. میدون همیشه پر از شور و زندگیه. محله یهودیا که به اسم یوسفوف هم شناخته میشه، تاریخ عمیقی داره. جای خیلی مهمیه. کنیسه های قدیمی هنوز اونجا هستن. قبرستان قدیمی یهودیا هم اونجاست. داستان های تاثیرگذاری از مقاومت و بقا رو تعریف میکنه. بازدید از این منطقه میتونه خیلی تکان دهنده باشه. بخش مهمی از بافت فرهنگی متنوع پراگه. بریک تایم اد پوینت پای. گذشته پیچیده شهر رو بهمون یادآوری میکنه. بخش نهم، داستان پراگ شما منتظرتونه. پراگ واقعاً شهر شگفتی است. ما فقط یه گوشه کوچیکش رو دیدیم. خیلی چیزا برای ارائه به هر بازدید کننده ای داره. فرهنگ، تاریخ و زیبایی خیره کننده. شهریه که به راحتی میتونه دلتون رو ببره. حال و هواش خاص و فراموش نشدنیه. مطمئنم عاشقش میشین. روی همه تأثیر موندگاری میذاره. امروز بعضی از بخش‌های خاصش رو گشتیم. درباره فرهنگ و مردمش صحبت کردیم. فستیوال‌هاش رو دیدیم و غذاهاش رو چشیدیم. اما باور کنین، همیشه چیزای بیشتری برای دیدن هست. خیابون‌های پنهان بیشتری برای قدم زدن هست. داستان‌های بیشتری منتظر کشف شدنن. پراگ رازهای بیشماری برای گفتن داره. هر بازدید میتونه یه ماجراجویی جدید باشه. حالا خیلی دوست دارم از شما بشنوم. نظرتون درباره سفر ما به پراگ چی بود؟ کدوم قسمت‌ها بیشتر براتون جالب بود؟ لطفاً نظراتتون رو با ما در میون بذارین. ما همیشه دوست داریم از همسفرهامون بشنویم. نظرات شما ما کمک میکنه داستان‌های بهتری بسازیم. از رویاهای خودتون درباره پراگ بهمون بگین. برای ماجراجویی‌های بیشتر مثل این با ما در ارتباط باشین. یا میتونین عضو کانال ما بشین برای ویدیوهای بیشتر. ما عاشق گشت و گذار تو دنیا هستیم و دوست داریم اون رو با شما به اشتراک بذاریم. بیاین با هم به کشف فرهنگ‌های شگفت‌انگیز سیاره‌مون ادامه بدیم. ممنون که امروز با من همراه بودین. تا دفعه بعد، سفرتون خوش. اگر از ویدیو خوشتون اومد، ویدیو را لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید.